ای مادر دلسوز، ای مادر دلسوز، نداری خبر از من. بیمارم و بیکسم، بیمارم و بیکسم، دور از وطن غریبم. عجب باد و هوای داری فاروق، چروی دلنشین داری تو باروق. سلام و درود به هر یک شما دوستان و پاپیسون سامانه فرهناز لایف. امیدوارم که خوب و سلامت هستید. در این روزهای سردی من فکر میکنم که یک برنامه برای شما پیشنهاد میکنم که تماشا کنید و از تماشایش راحت کنید. امروز در برنامه ما آمدند از خود دهه دوردست از واروخ باستانی و انا همین مهمون برنامه ما شوند و یک سرود بهترین خود را بهر شما پیشنهاد کرده باشد. مهمان امروزه ما هستند خورسان مراد غفرانov. خوش آمدید. تشکر، سلامت و سربلند باشید. پیش از همه سلام خود را به شما و به کل تماشابینان سامانه شما میرسانم و میندار از آن هستم که از همان خود دهه واروخ خسته به اینجا آمدیم و برنامه‌تون دعوت کردید و قبول کردید. تشکر زیاد، سپاسی به اندازه به شما. سلامت باشین، زنده باشین. در این هوای سردی، در این قدر هوای بارانی و برفی راه دراز را طی کردید و آمدید امروز مهمون برنامه ما شدید. با چی دستاویز آمدید که اینقدر خواستید در برنامه ما اشتراک کنید؟ من از همان واروخ از راه دور آمدم و خواستم که در این برنامه یک سرود غریبی را بهر دادر عزیزمون که از دست یک جوان روس به قتل رسید، سرود غریبی را بهر قابل جان بخشیده باشد. چقدر دشوار هستند دوستان عزیز. بله، از گذشت دودرک عزیزمون قابل جان یک ماه گذشت، ولی هنوزم انا همون که زخم ها و گریه ها و هر چیزی که در دینمون بود حالا هم هست، زخمش جایش هست. چون مرگ قابل جان تاجیکستان رو گریاند، تمام دنیا رو گریاند، تمام مادران روی دنیا رو گریاند، همه برادران و خواهران رو گریاند. باور میکنید مرگ قابل جان تا اندازه آمد که در دل هر یک تاجیک و تاجیکستانی مثل کارت زد و میگویم که جایش باشد جنت جاوید و با مادرش صبر جمیل. و ان همون سروده که گفتید به دادرک عزیزمون بخشیده شده است، میتوانید که بهر مخلصان پیشنهاد کنید؟ بله. ای مادر دلسوز، ای مادر دلسوز، نداری خبر از من. بیمارم و بیکسم، بیمارم و بیکسم، دور از وطن غریبم. فریاد زنم ای مادرم، جان مادر من. دور زی من و من زی تو دورم مادر من. که از درد غریبی را، که از درد غریبی را ندیده است و نبینم. در شهر نو مسلمان، در شهر نو مسلمان خود را غلام نبینم. غریبی غریبی از مهر و محبتی، از مهر و محبتی مادر دورم نمودی. غریبی غریبی از مهر و محبتی، از مهر و محبتی مادر دورم نمودی. ای مادر دلسوز، ای مادر دلسوز، نداری خبر از من. بیمارم و بیکسم، بیمارم و بیکسم، دور از وطن غریبم. فریاد زنم ای مادرم، جان مادر من. دور زی من و من زی تو دورم مادر من. که از درد غریبی را، که از درد غریبی را ندیده است و نبینم.
در شهر نو مسلمان در شهر نو مسلمان خود را غلام نبینم غریبی غریبی از مهر و محبتی از مهر و محبتی مادر دورم نمودی. یک جهان سپاس در حقیقتاً مادر دلسوز برایتان صبر جمیل می‌خواهیم. تشکر زیاد. روح و روانت شاد باشد دادر عزیز. خوب اکای خرسان مراد از لحظه زیقیمی برای ما به کمی درباره خودتان معلومات دهید. شما چند سال است که روی صحنه هستید و چرا زود نبود دیر به مخلصان شما سرود و کلیپ پیشنهاد میکنید؟ تشکر زیاد. سوال خوب است. من زاده ورق زمین هستم و از ورق زمین هستم. از سال 2013 می شود که من کار و فعالیت همین ایجادی پیش میبرم و این خیلی بگیریم برای اونه که کم کم سرود و کلیپ ها میکنم. راستی سپانسور نداریم راستیگه، یعنی که سرپرست شما سرپرست نداریم. مقصد خودم کار میکنم. امکانیت که شد سرود و کلیپ های نو بهر مخلصان و بهر بیننده ها پیشکش میگردونم. اکنون که امروز در انتخاب متن بسیار جدی هستیم. سرود ها بسیار هستند لیکن تاب دلمون نیست. وقتی که انا سروده که به تاب دلمون اومد خواستیم بهر تماشابینان و بیننده های عزیز همین سروده پیشکش گردونیم. بسیار متن پرمضمون است. تشکر زیاد. اگر مثل شما سراینده های باشند که متن را کافته یافته که در دل هر یک بیننده او را جا کردن اگر باشد مثل شما پیدا شود، اگر فکر میکنم که تمام نفر میتواند که چی را گوش کند، بله دریافت میکند. و از سال 2013 تا این جانب شما چند کلیپ پیشنهاد کردید؟ راستی 6-8 باشد. سرود بسیار است و 6-8 کلیپ بهر بینندگان 8 باشد یا 8 زیاد بهرشون پیشکش کردم. و چی کار مشغوله؟ گفتن که خودم کار میکنم، مبلغی که چند قدر جمع آوری کردم کلیپ میکنم. کجا کار میکنید شما؟ راستی پیش آموزگار بودم. بعد چی میگن آیلی که آموزگاری که نرسید، یعنی که معاش نرسید، استوگی پیشه کردیم. استوی خانه هستم، ریمونتی خانه های ریمونت باشد. میگن که یگام طلا در یگام جا پنهان نمیماند. البته کسی که هنر دارد پنهانی نیست و روز نه یک روز روی آب میبرد. امروز که اومدید مهمان برنامه ما شدید، یک روز نه یک روز میتواند که از سال 2013 تا اینجا اگر حساب کنیم اینقدر سال شد، ولی ممکن شما تواند در آن همین سال 2026 سال شما باشد و تواند چندین سرود کلیپ های خود را علاقه برای مخلصان پیشنهاد کند، برای که اینقدر آوازی فاران و دلنشین دارد. سلامت باشد. من در هنر شما قایل هستم. اگر پس آمدید که سرود بخوانید و سرودهای خود را پیشنهاد کنید، مرحمت با کدام سرود با شما میخوانید که مخلصان را شاد کرد؟ بسیارتر همین سرود بسیار به دلمون نزدیک بود. سرودی ورق است. راستی اپای فرانوس همه مردمی ورق میدونند که من استاد هستم. از همین سبب استادی میکنیم ریمونت خانه. بعد که مبلغ شد میگیریم سرود کلیپ های نو میکنیم. امروز که من از سرودی ورق که با قلم استاد عزیز ما رسول دادخواه رحیمیان روی کاغذ آمده است میخوام بهر بینندگان پیشکش گردونم و اگر که پسند شما آید حتما کلیپ میکنیم. سلامت باشد. خرسان مراد، شاید سال 2028 که از استا تا مشهورترین سراینده نصیب انشالله سال از خرسان مراد انشالله. چگونه است؟ چگونه تصور میکنید؟ تصورات چی گویم برای البته آرزو این نیمی دولت است. بله ما با آرزو زنده ایم. بله هر کس آرزو داره. پس ما برای هم آرزو را میکنیم. عمل کردن باید چی کار کرد؟ باید پیش رفت، حرکت کرد.
حرکت کرد. پس تا این جانب آمدی تا اینجا، پس راه راست است، راه هموار است، راه شماست. پس سال 2026 را نو آغاز کرده. بله. پس می توانید که 1 سال در اختیار داره تا بتوانید از اوستا تا به مشهورترین برسید. انشاءالله حتما سرود و کلیپ های نو منتظر باشید. حتما برای شما چیزهای سرودهای زیاد پیشکش میگردانیم مخلصان عزیز. مرحمت خودشان وعده کردن اگر یکم یاردمی باشد در یکم پیشروی کارتان، من از دستم چیزی که بیاد در سپاسی به اندازه برای من تشکر زیاد. احترام میکنم جوانهایی که انا همون با مهنت و زحمت و با هنر خود به جای میرسند. تشکر زیاد. سپاسی به اندازه اپای فرهناز. شما هم از پایان سر کردیم تا اینجا رسیدیم. شما نیز میتوانید که در مدت کوتاه‌ترین در دل مردم جا بشوید. برای حتما. مرحمت. سرود شما بهر مخلصان. عجب باد و هوای داری فاروق، چروی دلنشین داری تو فاروق، بیشته در کنار تاجیکستان، فضای انبرین داری تو فاروق، فضای انبرین داری تو فاروق. فاروق زادگاه من، مهر در قلب من، فاروق زادگاه من، مهر در قلب من، فاروق فخر منی، فاروق هستی من. لقایت رونق دیگر گرفتم، رواجی خوشتر در بر گرفتم، خوشا از همت مردان با سر و پایت بها ریتر گرفتم. لقایت رونق دیگر گرفتم، رواجی خوشتر در بر گرفتم، خوشا از همت مردان با سر و پایت بها ریتر گرفتم. فاروق زادگاه من، مهر در قلب من، فاروق فخر منی، فاروق هستی من. جهان سپاس دادر عزیز، برادر گرامی قدر که از راه دور و دراز امروز آمدید به خاطر بلده خاطر هر یک تاجیک و تاجیکستانی و بخشیده شدن یک سرود به دادرک عزیزمون. در آخر چی گفتنی هستید؟ در آخر سپاسی به اندازه تشکر زیاد اپای فرهناز که در برنامه ما رو قبول کردید. با کلی تماشابینان سپاسی به اندازه. سوال آخرین، چه حسیات دارد؟ پیش از آمدن و بعد از برنامه چه حسیات شما را فرا گرفت؟ باور داشتید که از راه دراز میبرید و در یک برنامه اشتراک میکنید که شاید این برنامه تواند که در بین هزارها موقع خودش را یابد و این حسیاتتون بعد از برنامه چگونه است؟ راستی آمدیم همین 5 روزه هم خیلی از راه دور، راستی باوری نداشتم که برنامه میشود یا نمیشود. اینا خداوند خواست من برنامه شد. انشالله که سرود معقول تماشابینان میگرده. برادر عزیز، چون دو سرودی که شما پیشنهاد کردن در حقیقتا متن‌های خوب بودن، شما با کدام شاعر همکاری دارید؟ راستی اپای فرهناز از شاعرای خودمان استاد عزیز رسول دادخواهی رحیمیان، بختاوری عثمان و یک دادر عزیز ما از شهرخ جان است. بعد جمال الدین شاه حسنوف
خاوری پولاد، بسیار نفرها هستند که از ایجادیاتشان سرود انتخاب کردیم. انشالله به نزدیکی پیشکش مخلصان میگردانیم. باوری دارم که سرود به شما پسند میآید. مخلصای عزیز، دوستان عزیز، دستگیری فراموش نمیکنید. زنده و سلامت باشید. تشکر زیاد. زنده باشید. یک چیز قید نکرده موندیم. سپاس بی اندازه خود را به دادر عزیزمان بیژن سعودیان میرسونم. تشکر زیاد. سلامت و سربلند باشید. تشکر زیاد.